این آزمایش خانم 40 ساله است که تشریف آوردن پیش من برای ترک ترامادول. ترامادول همونطور که میدونید تولیدش بسیار محدوده به صورت قانونی تو ایران. بقیهش که حالا جای دیگه میفروشه همش دستاز تو خونه، همش حالت تقلبی داره. به من گفتن که روز قبلی که بیان پیش من خودشون کم کرده بودن، حالشون خراب شده، رفتم بیمارستان، ولی خب شرح حال ندادن که من ترامادول مصرف میکنم. آزمایشی که ازشون گرفتن دیدن که وایت بی سی شون 15,000 هست و نوتروفیلشون هم 90%، که تشخیص شایعش عفونت هستش. ولی خب ایشون علامتی نداشتن، ولی باز اونجا فکر میکردن عفونت، حالا داروهای قوی داده بودن که ایشون نزده بود، تنها کار خوبی کرده بود نزده بودن. اون فرداش اومدن پیش من، در حال شرحالگیری بودن که متوجه شدم ایشون گفتن که از 2 ماه پیش 20 کیلو رفته روی وزن من و معمولا این افزایش وزن به خاطر مصرف کورتون هستش. علامت‌های کورتون رو پرسیدم، مثل افزایش اشتها، میل به نمک و وزن‌گیریشون که غیر عادی بوده، با اینکه حجم غذاشون هم باید مثل سابق بوده، فعالیتشون مثل سابق بوده. در نهایت من هم شک کردم به بحث کورتون. حالا گفتم دارو چاقی میخورن، گفتن نه، اتفاقا دنبال لاغری هم هستن. با توجه به این سابقه که از این قرصای دستات که تقلبی هستن و داخلشون همه چیز هست، احتمال دادم که داخل این متادونش ترامادولشون کورتون بوده. معمولا اینا رو قاطی میکنن که بگن نگاه کن ترامادول بخورید حتی وزن میگیری، حالت بهتر میشه. اینا با درصدایی که هر چقدر بخوان توش میزنن. آزمایششون رو بعد 2-3 روز برای من فرستادن، آزمایشی که هست. و اینجا یکی از تغییراتی که توی خون ایجاد میشه همین افزایش وایت بی سی، نوتروفیل، درصد نوتروفیل بسیار بالا و لمفوسیت بسیار کم. درمانشون برای ترک ترامادول انجام دادن، حالشون الان خیلی خوبه و قرار شده 1 ماه دیگه آزمایش رو تکرار کنم. وزنشون هم گرفتیم که ببینیم حالا با ماه بعد چه تغییری میکنه.